هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. و این چنین قول الله تعالی که خود را وصف کرده میاد که الله تعالی اول است و آخر است، ظاهر است و باطن است و الله تعالی به همه چیز علیم است. در اینجا 5 اسم را به خود اثبات کرد. یکی از قاعده ها در باب اسما و صفات این است که برادرای عزیز، از هر یک نام الله سبحانه و تعالی صفت اشتقاق کرده می شود، برعکس صفت که اشتقاق کرده نمی شود از صفت اسم. این قاعده را فراموش نکنید. مهمترین قاعده در نام های الله سبحانه و تعالی این است که از هر یک نام الله تعالی صفت اشتقاق کرده می شود. یعنی هر یک اسم الله تعالی دارای صفت است، لیکن از هر یک صفت اسم اشتقاق کرده نمی شود. مثلا الله تعالی در اینجا اول است، یعنی این نام الله سبحانه و تعالی است. از این اسم و صفت میگیریم، یعنی الله تعالی صفتی اولیت داشته است. یکی از صفتهای الله تعالی این است که الله تعالی از ازل هست. اول یعنی خیلی که خیروانی رحمت الله علیه گفتن لیس هو الاول و لیس لاولیته ابتداء. الله تعالی اول است ولی اولیت الله سبحانه و تعالی ابتدا ندارد، سرشوی ندارد. الله تعالی از ازل هست. ازل یعنی که حالی وقت و ساعت نبود. ازل وقت نبود. برای اون که وقت کی پیدا شد؟ وقتی که الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین ها را آفرید، بعد یک جای شب و روز را آفرید، آفتاب و ماهتاب را آفرید، بعد در نتیجه شب و روز پیدا شد و وقت پیدا شد. تا این دم وقت نبود. یعنی الله سبحانه و تعالی از ازل هست و هستی الله سبحانه و تعالی ابتدا ندارد. اما مخلوقات ابتدا دارد. اولین مخلوقی که الله سبحانه و تعالی علی الاطلاق آفریده است این آب است. بعد بر بالای آب الله تعالی عرش را آفرید و این چنین بعد عرش کرسیش را آفرید، چون که عرش و کرسی به هم دیگر علاقمندی دارند. بعد الله سبحانه و تعالی قلم را آفرید و قلم علاقمندی با لوح المحفوظ دارد. بعد 50,000 سال آفرینش قلم، سپس الله تعالی در 6 روز آسمان ها و زمین ها و موجودات و مخلوقاتی که در آنها و در بین آنها هست آنها را آفرید. خلاصه چقدر که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که بخاری مسلم رحمت الله علیهما از عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت کردند، کان الله ولم یکن شیء قبله. الله تعالی بود، از الله تعالی پیشتر چیزی نبود. در دیگر روایت کان الله ولم یکن شیء معه. الله تعالی بود، همراهی الله تعالی چیزی نبود. و کان عرشه علی الماء، و عرش پروردگار در بالای آب بود. یعنی در ابتدای آفرینش عرش پروردگار در بالای آب بود. اول آب را آفرید. خیلی روایت اون است که اول ما خلق الله الماء. اما روایتی که اول ما خلق الله القلم و اولو خونده نمیشه. اول ما خلق الله القلم، اولین لحظه که الله تعالی قلم را آفرید و قلم گفت که اکتب، بنویس. یعنی اوله میخونیم. اگر رفت و اولو خونیم هم یعنی اولین مخلوقی که الله تعالی آفرید بعد عرش و بعد آب. یعنی که خب هو الاول، الله تعالی اول است، والآخر آخر است، ولیس لآخریته انتهاء. آخریت پروردگار انتها ندارد، تمام شوی ندارد. الله تعالی همیشه باقی است. و ظاهر یعنی عالی هست. از همه مخلوقات و موجودات الله تعالی در بالا هست. و الباطن، الله تعالی باطنی همه چیز را میداند، مابین و درونی هر چیز را میداند، فقط ظاهرش را نمیداند. و هو بكل شیء علیم. الله تعالی به همه چیز علیم است. علیم
صیغه مبالغه عالم است، یعنی بینهایت عالم جل جلاله و تقدست اسماء. اینجا 5 اسم اومد و این 5 اسم 5 صفت را داراست. علیم یعنی صفت علم داشته است الله تعالی، صفت علم. اساسا اینجا شیخ الاسلام رحمت الله علیه برای اثبات صفت علم این آیات را در اینجا ذکر کردند که الله تعالی علم دارد، یعنی این رد به آنهایی که علم الله تعالی را انکار کردند، گفتن الله تعالی علم ندارد. این رد است که این آیات ها دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی علم دارد. خب یا مراتب به تفسیری اول و آخر یا که ظاهر و باطن که بسیار فهمیشش به بعضی انسان ها دشوار است میگذاریم. پیامبر صلی الله علیه وسلم ظاهر و باطن را و اول و آخر را هم در حدیث امام مسلم خود تفسیر کردند. گفتند که اللهم انت الاول فلیس قبلک شیء، پروردگار تو اول هستی، از تو پیشتر چیزی نیست. و انت الاخر فلیس بعدک شیء، پروردگار تو آخر هستی، بعد تو چیزی نیست. و انت ظاهر فلیس فوقک شیء، تو ظاهر هستی یعنی عالی هستی، از تو بالاتر چیزی نیست. و انت الباطن و انت الباطن فلیس دونک شیء، تو باطن هستی، از تو دیگر چیزی نیست. وقد فسر النبی صلی الله علیه وسلم هذه الاسماء الاربع بهذه التفسیر المختصر الواضح. این 4 نام ها را پیامبر صلی الله علیه وسلم تفسیری مختصر و واضح تفسیر کردند. و فی هذه الاسماء المبارکه احاطته سبحانه من كل وجه. در این 4 نام ها فهمیده می شود که الله سبحانه و تعالی از تمام وجه مخلوقات را احاطه کرده است. ففي اسمه الاول والآخر احاطته زمنیه. از وقتی که به نام اول و به نام آخری الله تعالی نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی در اینجا احاطه کرده است، احاطه زمانی. اگر زمان نظر بگیریم الله تعالی از اول هست و اولیتش هم ابتدا ندارد و آخر هست، یعنی احاطه کرده است زمان را. و این چنین و فی اسمه الظاهر والباطن احاطته المکانیه. اما اسم ظاهر و باطن گیریم این احاطه مکانی، مکان را از همه بالاترینش هم الله تعالی اشغال کرده است و از همه پایانترینش هم الله سبحانه و تعالی عالم است. امام ابن القیم رحمت الله علیه شاگرد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که فهذه الاسماء الاربعه متقابله، این 4 اسم ها به هم دیگر نزدیک است. بنابراین آیت هم هر 4 در یک آیت ذکر کرد. در حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم این 4 در یک جا آمد. این 4 اسم چی گفتند؟ گفتند که این اسم ها به هم دیگر مقابل هست. اسمانی لازلیته و ابدیته سبحانه و تعالی و اسمانی لعلوه و قربه. 2 اسمش دلالت به ازلیتش و ابدیتش میکند، یعنی اول و آخر. و 2 اسمش برای علوش و قربش. الله تعالی در بالا هست، لیکن با وجود اینکه در بالا هست به هر یک مخلوق از رگ گردنش دیده نزدیکتر است. قلبی بنده را میداند و باطنی و چی عیب و نقصان و کمبودی و چی نیتی دارد. الله تعالی اگرچه در بالای عرش است و در این قدر مسافه دور است، الله تعالی با باطن است، یعنی از باطنی ما با خبر است. در مسافه هم اگرچه هم در بلندترین جا باشد پسترین چیز را میداند و در مسافه زمانی هم اول و آخر است جل جلاله و تقدست اسماؤه. فوقیته و علوه على كل شيء و معنی الظهور یقتضی العلو. معنای ظهور تقاضا میکند علو را، یعنی عالی هست. خیلی که الله تعالی دین اسلام را بالای تمام دین میگرداند گفت یعنی ظهر به همین معنا. خب الله سبحانه و تعالی تمام مخلوقات را باطنش را میداند.
چون ما فقط ظاهری چیزها رو میبینیم، همون هم همه طرفش رو نمیبینیم. الله سبحانه و تعالی ظاهر و باطن را میداند. خب در این آیت الله سبحانه و تعالی 5 اسم را ذکر کرد. چه خیلی که گفتیم در این 5 اسم 5 صفت هست.